این دوستای دیوونه چرخ یه موتورسیکلت رو به یه چرخ و فلک چسبوندن و بعد از دوستشون جسی میخوان روی چرخ و فلک بشینه. یکیشون شروع به فیلم گرفتن میکنه و ناگهان اون یکی موتور رو روشن میکنه و با انبار قفلی گازش رو روی بیشترین حد قفل میکنه. در همین لحظه به موتور فشار زیادی میاد و آتیش میگیره. دوستای جسی که جرأت خاموش کردن موتور رو ندارن به نیروهای امداد زنگ میزنن و خودشون با نامردی به خیال جسی میشن و حتی از دور ازش فیلم میگیرن. نیروهای امداد به محض اینکه به پارک میرسن سری موتور رو خاموش میکنن و چرخ و فلک رو نگه میدارن، اما وقتی میخوان حال جسی رو چک کنن در کمال ناباوری میبینن چشماش از حدقه بیرون اومدن. اونا سری جسی رو روی زمین میخوابونن و چشمهاش رو به آرومی به داخل فشار میدن. بعد مستقیم میرن سراغ دوستای جسی و You're under arrest. You can't prove anything. Don't need to. You fool. Live streamed your confession on the internet. Man, I really need new friends.